مسئله 66 میگه شکل 540 که این شکل هست یه قسمتی از یه دستگاه تلکابین رو نشون میده. حداکثر جرم مجاز یه اتاقک با سرنشینش 2800 کیلوگرم هست. اتاقک ها بر روی یه کابل نگهدارنده حرکت میکنن و به وسیله یه کابل دومی که به بالای هر اتاقک متصل هست کشیده میشن. فرض بکنید که کابل ها کشیده شده و زاویه شیب اونها تتا مساوی با 35 درجه است. حالا ازمون پرسیده که اگر اتاقک ها با بیشینه جرم مجازشون پر شده باشن و با شتاب 81 متر بر مجذور ثانیه به سمت بالا حرکت بکنن، اختلاف کشش بین قسمت‌های مجاور کابل کشش رو پیدا کنید. خب ما برای اینکه بتونیم کشش این کابل کشش رو به دست بیاریم، بعد نمودار آزاد یه دونه از این اتاقک‌ها رو رسم بکنیم. البته اتاقک و سرنشینش. اینجا مرکز جرم اتاقک و سرنشینش هست. مشخص هستش که یه نیروی از سمت زمین به اینها وارد میشه. اسم این نیرو رو میذارم MG و این M رو هم مسئله بهمون داده. بعد این اتاقک با این کابل نگهدارنده در تماس هست، روی این قرار داره. بنابراین از سمت این کابل نگهدارنده یه نیروی عمودی سطح بهش وارد میشه که میشه در جهت محور Y و اسمش رو من میذارم N. بعد هر کدوم از این اتاقک ها از دو طرف با دو تا تناب هم در تماس هستن. پس یک کشش برای تناب سمت راست داریم، یک کشش هم برای تناب سمت چپ که میبینید در راستای محور X هم قرار دارن. یکیشون اسمش رو میذارم T1، اون یکی رو میذارم T2. بعد گفته که این اتاقک ها دارن با شتاب 81 متر بر مجذور ثانیه به سمت بالا حرکت میکنن. پس شتابمون هم مثبت هست. این زاویه تتا رو هم مسئله بهمون داده. خب الان ما 4 تا نیرو داریم که 3 تاشون روی محورهای مختصات قرار دارن. فقط نیروی W مون هستش که تو صفحه قرار گرفته. پس این نیرو رو من تجزیه میکنم. این زاویه هم که اینجا بین بردار W و سمت منفی محور Y قرار گرفته، دقیقاً این سطح شیبدار برابر هستش با زاویه تتا. مشخص هستش که ما تو جهت Y هیچ حرکتی نداریم. پس قانون اول نیوتن رو باید برای جهت Y بنویسم و برای جهت X قانون دوم نیوتن رو. تو جهت Y N به سمت بالاست، W Y به سمت پایین هست. پس N منهای W Y برابر با 0 هست. که البته من از این رابطه استفاده هم تو حل مسئله نمی‌کنم. حالا برای جهت X می‌نویسیم. تو جهت X T1 به سمت راست قرار گرفته. دو تا نیروی T2 و W X هم در سمت چپ محور X قرار گرفتن. از این دو تا نیرو علامتشون منفیه و برآیند نیروها برابر هستش با جرم ضرب در شتاب. این W X هم که از روی شکل مشخص روبرو به زاویه تتا قرار گرفته، پس من به جاش قرار میدم W سینوس تتا. مثلا از من تفاوت نیروی کشش تو ریسمان‌های دو طرف کابین رو خواسته، یعنی تفاضل T1 و T2 رو خواسته که اینجا می‌بینید تو این رابطه ظاهر شده. بنابراین T1 منهای T2 رو میتونیم از این رابطه به دست بیاریم. W سینوس تتا رو میبرم اون طرف رابطه، به جای Wش هم MG قرار میدم و از Mش فاکتور میگیرم. همه مقادیر رو داریم جاگذاری میکنیم و تفاضل بین این دوتا کشش رو پیدا میکنم. تقریبا برابر میشه با 1.8 ضرب در 10 به توان 4 نیوتن. مسئله 67 میگه شکل 541 که این شکل هست 3 تا جسم رو نشون میده که به وسیله ریسمان هایی که از روی قرقره بدون استحکاک عبور کردن به هم متصل هستن. جسم B بر روی یک میز بدون استحکاک قرار گرفته و جرم جسم های A و B و C رو هم بهمون داده. حالا ازمون پرسیده موقعی که این اجسام رها میشن کشش در تناب سمت راست چقدره. خب از اونجایی که کشش این دو تا تناب مشخص نیست و ما شتاب رو هم نداریم، بعد نمودار آزاد هر سه تا جسم رو رسم بکنیم. اول برای جسم A رسم کنم. مشخص هستش که جسم A تو یک جهت حرکت میکنه. من جهت به سمت بالا رو جهت مثبت محور X در نظر میگیرم. اینجا مرکز جرم این جسممون هست. یه نیرو از سمت کره زمین بهش وارد میشه که اسمش رو میذارم MA ضرب در J و این MA رو مسئله بهمون داده. این جسم ما به یه تناب هم متصل هست. پس یک کشش نخ هم از سمت این تنابه بهش وارد میشه به سمت بالا. اسم این نیرو رو من میذارم TL اول لفت. خب الان من به این کار ندارم که این جسم A ما به سمت بالا شتاب میگیره یا به سمت پایین. یه جهت واسه شتابش تعیین میکنم. مثلا فرض بکنیم که به سمت بالا شتاب میگیره. میتونیم فرض بکنیم که این سیستم ما به این شکل حرکت میکنه. این جسم C مون میاد پایین و جسم A میره بالا. بنابراین جسم B مون میره به سمت راست. اگر که ما جهت این رو به صورت شهودی اشتباه متوجه شده باشیم، تو حل مسئله با پیدا کردن یه علامت منفی متوجه میشیم که جهت شتاب به چه سمتیه. پس من فعلا جهت شتاب جسم A رو به سمت بالا در نظر میگیرم. دقت هم بکنید که هر ستای این اجسام
سوم شتاباشون با همدیگه یکسان هست، به خاطر اینکه این تناب‌ها هم بدون جرم هستن، هم اینکه کشسان نیستن. بنابراین هر مقداری که C حرکت بکنه توی یه بازه زمانی، همون مقدار B حرکت میکنه و به تبع همون مقدار هم A. چون حرکت ما یه حرکت شتابدار هست، بنابراین از قانون دوم نیوتن استفاده میکنیم. خب من علامت بردار رو برمیدارم و جهت‌ها رو با علامت‌های مثبت و منفی نشون میدم. همونطوری که تو شکلمون مشخص هست، TL به سمت بالاست، اون W مون به سمت پایینه. بنابراین من تفاضل این دو تا نیرو رو سمت چپ دارم که برابر میشه با جرم جسم که MA هست ضرب در شتابش. حالا بیایم سراغ جسم B. مشخص هستش که برای جسم B بعد یه نمودار آزاد دو بعدی بکشم. اینجا مرکز جرم جسم B هست. مثل همه اجسامی که روی کره زمین قرار دارن، یه نیروی وزن از طرف کره زمین بهش وارد میشه. اسمش رو میذارم MB ضرب در ژ و این MB رو هم مسئله بهمون داده. بعد این جسم ما با یه سطحی در تماس هست که از سمت این سطح زیریش یه نیروی عمودی بهش وارد میشه به سمت بالا. اسم اون نیرو رو میذارم N. این جسم به دو تا تناب متصل هست. تناب به سمت چپ که اسم کششش رو گذاشتم TL و تناب به سمت راست که اسم کششش رو میذارم TR. خب مشخص هستش که تو جهت Y ما هیچ حرکتی نداریم. بنابراین قانون اول نیوتن رو برای جهت Y مینویسم که استفاده هم ازش نمیکنم. اما میدونیم که N منهای MB ضرب در ژ برابر با 0 هستش. برای جهت X قانون دوم نیوتن رو مینویسیم. TR در سمت راست قرار گرفته و TL در سمت چپ. پس برای براینده نیروها من TR منهای TL رو دارم که برابر میشه با جرم جسم که MB هست ضرب در شتاب. شتاب حرکت این جسم رو هم باز من به سمت مثبت محور X در نظر گرفتم. حالا بیام سراغ جسم C. باز ما باید یه نمودار یک بعدی رسم بکنیم. من جهت مثبت X رو به سمت پایین در نظر میگیرم. اینجا مرکز جرم این جسممون هست. بهش یه نیروی وزن وارد میشه که اسمش رو میذارم MSC ضرب در ژ و این MSC رو مسئله بهم داده و به یه تنابی هم متصل هست که همون تناب سمت راسته که اسم کششش رو گذاشته بودم TR. برای این جسممون هم از قانون دوم نیوتن باید استفاده بکنیم. MSC ضرب در ژ به سمت پایین هست، پس با علامت مثبت نشونش میدم. TR به سمت بالا با علامت منفی که این بعد برابر باشه با جرم جسم که MSC هست ضرب در شتاب. خب الان به این سه تا رابطه‌ای که من به دست آوردم دقت بکنید. اسم گذاری میکنم اینها رو. روابط 1 2 و 3. ما الان 3 تا رابطه داریم و 3 تا مجهول. مجهولای ما شتاب هست و این TR و TL. دیگه حالا هر جور که دوست داریم میتونیم این دستگاه معادلات رو حل بکنیم. من این 3 تا رابطه رو این پایین مینویسم. الان اگه به این 3 تا رابطه دقت بکنید میبینید که یه جا TL با علامت مثبت ظاهر شده، یه جا با علامت منفی. TR هم همینطور. در واقع اینا نیروهای داخلی هستن که توی این سیستم ستایی ما وجود دارن. بنابراین اگر من این 3 تا رابطه رو با هم دیگه جمع بکنم، میتونم TL و TR رو حذف بکنم و شتاب رو به دست بیارم. وقتی شتاب رو داشته باشم میتونم توی این رابطه جاگذاری بکنم و TR رو که مجهول مسئله است به دست بیارم. سمت راستمون هم همه جملات A دارن، از Aش فاکتور میگیرم. سمت چپ هم از ژ فاکتور میگیرم. پس از اینجا من A رو به دست میارم، برابر میشه با این رابطه. خب الان همه مقادیر رو داریم، میتونیم جاگذاری بکنیم و A رو پیدا میکنم تقریبا برابر با 1/633 هزارم متر بر مجذور ثانیه. حالا تو این رابطه سوم من TR رو میتونم پیدا کنم. این دو تا جمله رو میبرم یه طرف رابطه و از MSC شون فاکتور میگیرم. حالا همه مقادیر رو داریم، جاگذاری میکنیم و TR رو پیدا میکنم تقریبا برابر میشه با 81/7 نیوتن. مسئله 68 میگه یه پرتاب کننده وزنه، یه وزنه 7/260 هزارم کیلوگرمی رو با هل دادن توی مسیر مستقیم به طول 1/650 هزارم متر و تحت زاویه 34/10 درجه نسبت به راستای افقی شتاب میده و اون رو با تندی اولیه 2/500 هزارم متر بر ثانیه که به دلیل حرکت اولیه ورزشکار ایجاد میشه پرتاب میکنه. وزن از دست این شخص تو ارتفاع 2/10 هزارم متر و تحت زاویه 34/10 درجه پرتاب میشه و در فاصله افقی 15/90 متر به زمین میرسه. حالا ازمون پرسیده اندازه نیروی میانگین ورزشکار که به وزنه وارد میشه در طی مرحله شتابگیری چقدره و بهمونم راهنمایی کرده که در مرحله شتابگیری حرکت رو میتونید در امتداد یه سطح شیبدار با زاویه داده شده در نظر بگیرید. خب یه شکل بکشیم. این چیزی که من اینجا کشیدم مسیر حرکت وزنه هست تو فاز شتابگیری. اول بگم تو این فاز چه اتفاقی میفته تا بریم سراغ فاز بعدی. خب ما اینجا این وزنه رو داریم که
که جرمش هم مسئله بهمون داده. بعد این وزنه با یه سرعت اولیه‌ای که اسمش رو میذارم V0 از اینجا پرتاب میشه. یه طولی رو طی میکنه که اسم این طول رو میذارم L. در انتهای فاز شتابگیری سرعت این جسم ما تغییر پیدا میکنه، اسمش رو میذارم سرعت V. توی این یه تیکه این وزنه تو دست ورزشکار قرار گرفته. اینجایی که سرعتش برابر با V میشه، دست ورزشکار رها میشه، تحت اثر شتاب جاذبه زمین قرار میگیره و یه حرکت پرتابی انجام میده. این زاویه اولیه پرتابمون رو هم اسمش رو میذاریم تتا که اینو مسئله بهمون داده. این مسیر حرکت فاز شتابگیریمون هم همون زاویه تتا رو با سطح افقی میسازه. ارتفاعی که وزنه از دست پرتاب کننده رها میشه هم داریم، اسمش رو میذارم H. فاصله افقی بین جایی که این وزنه از دست پرتاب کننده رها میشه تا جایی که به زمین میخوره هم داریم، اسمش رو من میذارم D. خب ببینید این مسئله ما دو تا تیکه داره. یه تیکه این حرکتش هست که شبیه به یه حرکت روی یه سطح شیبدار هست و در واقع این شخص وزنه رو تو دستش گرفته و داره اینو شتاب میده. و یه حرکت هم از زمانی شروع میشه که این وزنه از دست این پرتاب کننده پرتاب میشه و تحت شتاب جاذبه زمین قرار میگیره. و این دو تا تیکه مسئله هم کاملا از همدیگه مجزا هستن، به صورت کاملا جداگانه میتونیم از همدیگه حلشون بکنیم. حالا ببینیم مسئله از ما چی میخواد. اندازه نیروی وارد بر این وزنه رو میخواد در مدت فاز شتابگیری. فاز شتابگیری ما اینجاست. خب ما بریم ببینیم که چه نیروهایی به این جسم ما توی این فاز وارد میشه. پس برای این کار من باید نمودار آزاد جسم رو بکشم. دستگاه مختصات رو معلومه که باید به صورت دو بعدی تعریف بکنیم. محور X رو من در راستای همین مسیر حرکت در نظر میگیرم و محور Y رو هم عموده به اون. خب اینجا مرکز جرم اون وزن است. از سمت کره زمین یه نیروی وزن بهش وارد میشه که من اسمش رو MG میذارم. این وزنه در این فاز شتابگیری فقط با دست اون شخص دیگه برهم کنش داره. بنابراین یک نیروی F به این وزنه وارد میشه که باعث میشه که این وزنه شتاب بگیره. یه نیروی عمودی هم ممکنه وجود داشته باشه، مثلا نیرویی که از کف دست شخص به وزنه وارد میشه و مثلا میتونه با این مؤلفه Y وزن با هم دیگه خنثی بشن. اما ما اطلاعاتی در مورد حرکت جهت Y وزنه نداریم و واسمون هم مهم نیست. اون چیزی که برای ما اهمیت داره این نیروی F هست که از طرف ورزشکار داره به این وزنه وارد میشه. بنابراین در مورد نیروهای جهت Y دیگه صحبتی نمی‌کنیم. خب مشخص هستش که من این نیروی وزن رو باید تجزیه کنم. این زاویه هم که اینجا قرار گرفته همون زاویه تتایی هستش که اینجا این مسیر داره با سطح افقی میسازه. مشخص هستش که من رو جهت X حرکت شتابدار دارم، بنابراین قانون دوم نیوتن رو برای جهت X باید بنویسم. خب مشخص هستش که F در سمت مثبت X قرار گرفته و WX در سمت منفی. پس برآیند نیروهامون میشه F منهای WX که برابر هستش با جرم ضرب در شتاب. به جای WX از رو شکل مشخصه میتونم W سینوس تتا رو قرار بدم، روبرو به زاویه تتا قرار گرفته این بردار. پس F رو که مجهول مسئله است میتونم از این رابطه به دست بیارم. به جای W هم MG قرار میدم. از Mش هم فاکتور میگیرم. خب الان توی این رابطه من M رو دارم، J رو دارم، زاویه تتا رو دارم، فقط این A مجهول هستش. این A چی هست؟ شتاب حرکت جسم توی این قسمت اول حرکت هست. ببینید توی این تیکه من سرعت اولیه رو دارم، مسافتی که این جسم طی کرده رو هم دارم. اگر این V رو داشته باشم میتونم از رابطه مستقل از زمان استفاده بکنم و شتاب رو به دست بیارم. برای پیدا کردن این V میریم سراغ تیکه دوم حرکت که یه حرکت پرتابیه و سرعت اولیه حرکت پرتابی رو پیدا میکنیم که میشه سرعت نهایی تیکه اول حرکت. خب تیکه اول حرکت رو کاملا فراموش کنیم، بیایم برای تیکه دوم حرکت یه دستگاه مختصات در نظر بگیریم. برای که با قسمت قبل اشتباه نشه اینها رو X پریم و Y پریم نامگذاری میکنم. خب در زمان T مساوی با 0 جسم ما در مبدأ دستگاه مختصات قرار داره، تحت اثر شتاب جاذبه زمینه و یه حرکت پرتابی داره انجام میده. سرعت اولیه حرکت پرتابی رو اسمش رو میذارم V0 پریم، زاویه اولیه پرتاب هم که همون تتا. مختصات این نقطه‌ای که به زمین خوردن هم رو شکل بالا دارم. مشخص هستش که Xش همین D هست، ایگرگش هم برابر با منفی اچ دیگه. میبینید پایین محور ایگرگ قرار گرفته. با توجه به اینکه من مختصات یک نقطه از این مسیر حرکت رو دارم، میتونم از معادله مسیر تو حرکت پرتابی استفاده بکنم و با داشتن تتا این V0 پریم رو به دست بیارم. معادله مسیر حرکت پرتابی به این شکله. تو این رابطه من V0 پریم رو میخوام، بنابراین یه جابجایی انجام میدم. بعد این V0 پریم به توان 2 رو میبرم این طرف رابطه، این X پریم تانژانت تتا 0 منهای Y پریم رو میارم میذارم تو مخرج. برای اینکه خود V0 پریم رو به دست بیارم از این رابطه رادیکال میگیرم، اونایی که توان 2 دارن از این رادیکال میان بیرون. پس V0 پریممون به این شکل به دست میاد. تمام مقادیر این کمیت‌های سمت راست رو داریم، همه رو جاگذاری می‌کنیم.
و وی صفر پریم رو پیدا میکنم تقریبا برابر با 11 ممیز 846 هزارم با واحد متر بر ثانیه. این وی صفر پریمی که ما اینجا به دست آوردیم دقیقاً همین سرعت وی هستش که در انتهای فاز شتابگیری دنبالش میگشتیم. بنابراین الان با داشتن این وی میتونم برم سراغ فاز اول مسئله و شتاب حرکت رو به دست بیارم. از رابطه مستقل از زمان میتونیم استفاده بکنیم. اسم این دلتا ایکس مونم تو شکل مشخص هست، گذاشتم L. پس از اینجا من شتاب رو میتونم به دست بیارم، برابر میشه با این رابطه. همه مقادیر رو داریم جاگذاری میکنیم و شتاب رو پیدا میکنم تقریبا برابر با 40 ممیز 627 هزارم با واحد متر بر مجذور ثانیه. پس اون شتابی که من دنبالش میگشتم رو پیدا کردم. اینجا میتونم توی این رابطه ستاره قرارش بدم و نیروی F رو پیدا کنم. و نیروی وارد شده از طرف ورزشکار به وزنه رو پیدا میکنیم تقریبا برابر با 334 ممیز 8 نیوتن با 4 رقم معنیدار هم نمایشش دادم.